جای زور بوده. مسائل چیزی وقت یا من تگیم بچین گوش کن و تی رادیو از کنجی با مسائل اپاراتو به تلویزیون با و بعد چند کامپیوتر میتونه interview amitiam eu بیرون با پس نه جو اوز لازم گرفت من نفونی کامپیوتر من همین اصاب کتی سال نزدیکتر بود من دهان گردنم دیهام پتخین عجایب نازنین هستی خود یک جنتی روی زمین امروز در دیه پتخین در مرکزی برقرارکنی سلامتی دکتر طاهری جلسه اساسیاسی بیزنس اساسیاسی جمهوری تاجیکستان گذاشته ایستاده است. از آن اساسیات اینجا انتخاب کردند که این یکی از جاهای بهترین خوشمنظره و ما نیت داریم که در اینجا برای 30 نفر مرکزی برقرارکنی سلامتی ساخته ایستادیم. حالا یک قسمی خانه‌های استقامتی ما آماده قبول بیماران هستند. قسم دیگر در قسم دیگری ساختمان دوام دارد و البته پیش از همه در فاکتورهای اساسی که به آدم‌ها تاثیر خوب می‌رسانند پیش از همه باد و هوا، آب تازه و این یک چشمه شفابخش است که ما ترکیب آن را تحلیل کردیم و در ترکیب آن زیاد الیمنت‌های کالی، مگنی، ناتری، کلور وجود دارند که برای پس کردن فشار خون خیلی مفید هستند. اینچنین در اینجا ما متدهای فیزیوتراپی وسیع استفاده می‌کنیم، متدهای پسیکوتراپی و در آینده حرکت می‌کنیم که این به واسطه همین مرکزی ما کلی تمام سال کار کنیم. این سال باشد این وقتینچه هست یک مهلت معین که البته تا آخرای ماه سپتامبر باز از ماه مای به کار شروع می‌کنیم. البته پیش از همه ما از دیگر بیمارخانه فرق تفاوت ما از آن است که ما با بیماران درس می‌آموزیم. مثلا تبابت کردن یک مهلت کوتاه است، بیمار شفا می‌یابد می‌رود، دیگر همه چیز فراموش می‌کند. ما باشیم در اینجا هر بیمار
و اینها درس های مثلا طرز نفسکشی و متدهای استریلنیکو بوتیکو مشق های یوگا مشق های خودتلقینی را می آموزانیم پیشگیری بیماری های دل سکته دل پیشگیری بیماری های عصب طرز حیات سالمی مناسبت های جنسی همین در لکسه های ما صحبت های ما با بیماران فهمانده داده می شود خصوصیت طبابتی ما از دیگر کلینیک ها در آن است که ما پیش از همه با بیماران درس می آموزیم. سلامتی این گوهری نایاب است و هر یک انسان اگر خواهد که در معینه خود یک برنامه ماند که عمر دراز می‌بیند یعنی 100 سال حتما او 100 سال می‌بیند که از برای این غمخوری کردن می‌خواهد. هر روز باید آدم پیش از همه از خواب خستن با ورزش نماید شست و شو کند دوام روز کمش 8-10 کیلومتر راه گردد و یگان خیلی نیت و فکری بد نداشته باشد با آدمان مناسبت خوب داشته باشد با طبیعت مناسبت خوب داشته باشد و ما یک برنامه ساخته شدیم که در آینده کوشش میکنیم با واسطه آموزش حرکت میکنیم که مردمی که به اینجا میبینن حساب میانه 100-150 سال میکنن. برای همین من تمام بینندگان را دعوت میکنم خواهشمندان باشم برای آموزش برای استراحت مرحمت به این استراحتگاه ما که هم طبیعت و هم ما کوشش میکنیم شما را طبابت کنیم. سلامت باشید. تمام کار گیرن مونش تو بودی مونا خدا بسیار میدونم همه جا بسیار دورش گریه دستش باندن این نکرینگ او 5 دقیقه بعد اینجا تو بشه خانواده یا یک بالا برمیاد doğru şu an.
Nak melozuri toreş anami odam. Polo, müstahak mı hanıda? Polo. Bu koşa bu tane değil mi? Yok değil, bu değil. Ha? Arap parası. Bak, bu tane çok iyi.